باورت نمیشه چینی‌ها این 3 سازه رو چجوری ساختن که تموم دنیا رو شگفت زده کرده. اول از همه ساختمان آبشار در شهر گویان. از این آسمون خراش 108 متری همیشه یه آبشار سرازیره و جالب اینه که بلندترین آبشار مصنوعی دنیاست. آب این آبشار تو استخر طبقه -4 زیرزمین میچرخه و دوباره به بالا برمیگرده تا یه وقت آب اضافی هم مصرف نشه. دوم ساختمان تیانشو در استان آنهوی. این ساختمان تو بعضی از زوایا شبیه یه ققنوسه. روی دیواراش هم اسم جاهای معروف چین مثل دریاچه ها و کوه ها حک شده. در یک کلمه شما با یه شاهکار هنری روبرویی، نه ساختمان. و در نهایت برج افقی در چونگچین. این ساختمان بلندترین و طولانی ترین برج افقی دنیاست که بیش از 25 میلیارد ین براش هزینه شده. مثل کشتی بادبانیه که با راهروهای 3000 تنی کریستالی به هم وصل شده و تو ارتفاع 250 متری به خاطر نمای شیشه ایش انگار داری رو ابرا قدم میزنی. چینی‌ها واقعاً توی لیگ دیگه. نظر شما درباره نوآوری و عظمت پروژه های چین چیه؟